عبدالرحمن شریفوف که از جانب مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان و حقوق عبدالله غربتی یکی از روزنامه‌نگاران محکوم شده تاجیک حمایت میکرد، از ادامه کمک حقوقی به این روزنامه‌نگار زندانی تاجیک دست کشیده است. او از این پیشتر از حمایت دلیر امامعلی نیز دست کشیده بود. نزدیکان عبدالله غربتی در صحبت با از پلیس این را تصدیق کردند و گفتند که عزم داشتند از بالای حکم دادگاه نویه شامنصور به زینه‌های بالایی شکایت برند، ولی وکیل دفاع گفت که دیگر کمک کردن نمیتواند. عبدالرحمن شریفوف در شرح دست کشیدن ادامه حمایت از روزنامه‌نگار گفته است در دایره یک لایحه به ژورنالیست رایگان خدمت میرسانید و پس از انجام لایحه دیگر چنین امکان ندارد. نزدیکان عبدالله غربتی گفتند برای ادامه کمک به وکیل دفاع حق کار پیشنهاد کردند، با این وجود او راضی نشده است. عبدالرحمن شریفوف گفته است بسیار بند است و دیگر امکان حمایت از ژورنالیست زندانی را ندارد. عبدالرحمن شریفوف از جانب مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان از عبدالله غربتی حمایت میکرد. قبلا او از حمایت دلیر امامعلی روزنامه‌نگار دیگر محکوم شده تاجیک دست کشید و گفت این به آن ربط دارد که نزدیکان دلیر امامعلی وکیل دفاع علایده گرفتند. روز 4 اکتبر سال روان دادگاه نویه شامنصور عبدالله غربتی را با 3 ماده کودکس جنایتی گناهکار دانسته برای 7.5 سال روانه زندان کرد و بعد چندی او از بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه به مؤسسه اصلاحی رقم 4 واقع در محله یکم سویسک شهر دوشنبه انتقال یافت. در یک سال آخر بغیر از عبدالله غربتی 3 روزنامه‌نگار دیگر تاجیک دلیر امامعلی، زرقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده نیز بازداشت و به مهلت‌های از 7 تا 10 سال زندانی شدند. از این پیشتر دلیر امامعلی و زرقبیک سیدامینی از سزا به زندان یکم سویسک انتقال داده شده بودند. سازمان‌های حامی حقوق بازداشت و محاکمه و حکم روزنامه‌نگاران را غیر قانونی خوانده از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که آنها را فوراً آزاد کنند.